با مقصد آمادگی‌های همه‌جانبه به جشن پرافتخاری ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دوستی روند کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی وسعت پیدا کرده، مسئولین با استفاده از شرایط مساعد و هوای گرم با جلب ساختمانچیان محلی کارها را ادامه داده ایستادند. مقصد یگانه مسئولین این پیش از مهلت و با صفت بلند به استفاده دادن انشاءات جشنی می باشد. عموما در ناحیه 181 انشاءات به نقشه گرفته شده، 45 تای آن به ساحه معارف، 16 تا به ساحه تندرستی، 1 تا به ساحه فرهنگ و 2 تا به ساحه ورزش و 31 تای دیگر به ساحه صنعت راست می آید. در پهلوی بیمارخانه مرکزی ناحیه ساختمان بینای مرکز سلامتی که از 2 آشیانه عبارت است با مرام ادامه دارد. مسئولین انتظار دارند که با زیاد نمودن شماره ساختمانچیان در فصل گرما تمام کارها را پیش از مهلت به انجام می‌رسانند. از نوسازی اکثر شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه که در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی رفته ایستاده است، در مرحله انجامیابی قرار دارند. در عرفه 34 سالگی استقلالیت دولتی افتتاحی از نوسازی شعبه‌های این بیمارخانه در نظر است. اکثر انشاءات جشنی در ناحیه دوستی به ساحه معارف راست می‌آید. بنیاد 10 صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 3 ناحیه احتیاج جای نشست برای چند سال دیگر را در مؤسسه برطرف می‌گرداند. بینای صنفخانه‌های علاوگی از 2 آشیانه عبارت بوده، از سیستم یگانه گرم‌دهی بهره‌ور است. در طرح ساختمان بنا شرایط معاصر و تأمین دستگاه و تجهیزات ضروری علمی در صنفخانه‌ها به نوبت گرفته شده است. لازم به یادآوری است که شماره انشاءات جشنی در سال 2025 52 تا بوده تا به امروز یک چند تای آن ساخته مورد بهره برداری قرار گرفته، قسمت دیگر در روزهای تجلیل از سالگرد استقلال به استفاده داده خواهد شد.